با نام و یاد خدا. سلام خدمت همه دوستان عزیز علاقه‌مندان به رشته مکانیک خودرو. امیرحسین هروی هستم، پایه نهم از مدرسه شهید چمران. همونطور که میدونید درس کار فناوری ما به پودمان نهم خود یعنی خودرو، چکینگ و سرویس های اولیه اون رسیده. از این بابت گفتم کمکی کرده باشم و یک ویدیوی طراحی کنم یا بسازم که در اون یه نگاه کلی نسبت به قطعات خودرو، نحوه کارکرد اون و نحوه روشن شدن اون از استارت تا در نهایت چرخ‌ها به طور کلی داشته باشیم. طی این ویدیو ما میپردازیم به شناخت برخی از قطعات اصلی خودرو از جمله بلوکه سیلندر، میلنگ، مجموعه شاتون‌ها، مجموعه پیستون‌ها، سرسیلندر، مجموعه سوپاپ‌ها، مجموعه فنر سوپاپ‌ها و پولکی‌ها، میل بادومک یا میل سوپاپ، اسپک‌ها و چرخدنده سر میلنگ، پولی سر میل سوپاپ و همچنین سیستم انتقال قدرت از جمله فلای ویل، صفحه کلاچ، خورشیدی‌های کلاچ، گیربکس، شافت ورودی، چرخدنده‌های گیربکس، شافت خروجی، دیفرانسیل، پولس‌ها و در نهایت چرخ‌ها. موضوع دیگه‌ای که قراره در این ویدیو بهش بپردازیم اینه که این خودرو چجوری روشن میشه و چگونه کار میکنه. با ما همراه باشید. بریم سراغ معرفی قطعات اصلی خودرو. خب این قطعه‌ای که مشاهده میکنید بلوکه سیلندر هستش. خیلی از اتفاقات در این قطعه میفته، از جمله تنفس، تراکم، احتراق و تخلیه. این 4 زمان اصلی موتورهای امروزی هستند که در ادامه به توضیحاتی که درباره این بعد انجام بشه میپردازیم. بلوکه‌ای که مشاهده میکنید به اصطلاح بلوکه خطی نامیده میشه. در این بلوکه سیلندرها و پیستون‌ها به طور خطی پشت سر هم قرار گرفتند. گفتم پیستون‌ها به طور خطی در کنار هم قرار گرفتند. پیستون چیه؟ این قطعاتی که در تصویر مشاهده میکنید اجزای اصلی پیستون هستند که شامل رینگ‌های فشار، روغنی، شاتون، محل قرارگیری یاتاقان‌ها، گژن و خود پیستون میشوند. در محل قرارگیری یاتاقان‌ها کپ‌های میلنگ قرار میگیرند و بدین وسیله شاتون و میلنگ به یکدیگر متصل میشن و بعد از اون به وسیله گژن پیستون و شاتون به یکدیگر متصل میشن و با کمک میلنگ بالا و پایین میشن. در مرحله بعد رینگ های فشار یا کمپرس دور پیستون قرار میگیرند و پیستون رو با دیوارهای سیلندر آب بندی میکنند. این آب بندی باعث میشه که یک مکش و یک تراکم در سیلندر ایجاد بشه و هیچ هوایی از سیلندر خارج یا وارد نشه مگر اینکه سوپاپ ها باز یا بسته بشن. وظیفه رینگ های روغن هم جمع کردن روغن روانکاری دیوار سیلندر هستش که این روغن وارد محفظه احتراق نشه. در اینجا یک نکته رو اضافه کنم که یکی از دلایل روغن سوزی ماشین ضعیف شدن رینگ های روغنی هستش که روغن وارد محفظه احتراق میشه و باعث میشه که همراه با بنزین روغن هم بسوزه. دومین بلوکه سیلندر که خیلی هم رایج هستش بلوکه سیلندر خورجینی یا وی شکل هستش. در این بلوکه سیلندرها به شکل خورجینی و پیستونها به شکل وی شکل، وی انگلیسی بالا و پایین میشن. در واقع سیلندر و پیستون‌ها به 2 قسمت تقسیم شدن. پس این بلوکه بیشتر در موتورهای 6 سیلندر یا 8 سیلندر استفاده میشه. خب اجزای پایین‌تنه موتور رو تا حدودی بررسی کردیم. بریم سراغ بالاتنه موتور. این قطعه سرسیلندر یا هد گاسکت نام داره که اصلی ترین قطعه بالاتنه موتور هستش. سرسیلندر از قطعات بسیار زیادی تشکیل شده اما با دلیل وقت کم فقط میتونیم پایه و اصلی ترین قطعاتش رو بررسی کنیم. 1. واشر سرسیلندر. این قطعه وظیفه آببندی سقف سیلندر و کف سرسیلندر رو داره. در واقع یکی از اصلی ترین وظیفه های این قطعه اینه که روغن رو هدایت کنه و از مخلوط شدن اون با آب جلوگیری کنه. زمانی که این قطعه آسیب ببینه ماشین دچار روغن سوزی میشه. قطعه بعدی میل بادومک یا میل سوپاپ نام داره. این قطعه به کمک زنجیر یا تسمه تایم به چرخدنده سر میلنگ متصل میشه و حرکت چرخشیش رو از اون میگیره. با چرخش این قطعه
بادمک‌های اون با اسپک‌ها برخورد میکنن و سبب بالا و پایین شدن اسپک‌ها میشن. اگر تسمه تایم پاره بشه، میل بادمک از کار میفته، در نتیجه سوپاپ‌ها باز و بسته نمیشن و چون پیستون‌ها هنوز بالا پایین میشن این اتفاق میفته. این همون اسپک هستش که چند لحظه پیش وظیفش رو با هم دیگه بررسی کردیم. این قطعه هم فنر سوپاپ هستش که با اجزای مانند پولکیا و گایدهای سوپاپ همراهه و همچنین وظیفش کمک به روند بالا و پایین شدن سوپاپ ها هستش. تا اینجا تمام مطالبی که گفتیم حول محور سوپاپ ها میچرخید. این هم سوپاپ وظیفه اجازه ورود و خروج هوا به درون محفظه احتراق رو داره. در کل 2 نوع سوپاپ وجود داره: سوپاپ های هوا و سوپاپ های دود. برای تشخیص این 2 نوع این رو بدونید که سوپاپ های هوا همیشه بزرگتر از سوپاپ های دود هستن. وظیفه سوپاپ های هوا اجازه ورود هوا به درون محفظه احتراق هستش، یعنی اینکه عمل تنفس با استفاده از اینها انجام میشه. و وظیفه سوپاپ دود اجازه خروج دود از محفظه احتراق هستش. قسمت بالاتنی موتور رو هم با هم بررسی کردیم. بریم سراغ سیستم انتقال قدرت. فلای ویل. این قطعه بعد از شافت میلنگ ابتدایی ترین قطعه سیستم انتقال قدرت هستش و وظیفه های متعددی هم داره. وظیفه های اون عبارتند از کمک به چرخش ابتدایی میلنگ، تشکیل پالس های الکترونیکی برای ECU، بالانس کردن میلنگ و سوار شدن صفحه کلاژ بر روی اون. قطعه بعدی سیستم انتقال قدرت و میشه گفت یکی از مهمترین قطعات صفحه کلاژ هستش. صفحه کلاژ وظیفه قطع و وصل کردن انتقال قدرت از طریق میلنگ به گیربکس رو داره. فلایویل کاملا به میلنگ متصله. با چرخیدن میلنگ فلایویل هم میچرخه. صفحه کلاژ و دیافراگم و دیسک کلاژ به یکدیگر متصله. با فشردن پدال کلاژ، بولبرینگ کلاژ صفحه‌های خورشیدی رو به جلو فشار میده و با فشردن صفحه‌های خورشیدی صفحه کلاژ از فلایویل و دیافراگم جدا میشه. با جداسازی این دیافراگم و صفحه کلاژ انتقال قدرت از طریق میلنگ به شافت ورودی گیربکس قطع میشه. حالا میرسیم به اصلی ترین بخش سیستم انتقال قدرت، یعنی گیربکس. گیربکس واقعا پیچیده است و در این ویدیو جای توضیح نداره، اما فقط در همین حد بدونید که تمام عملهای تعویض دنده از طریق چرخ دنده های درون گیربکس صورت میگیره. تایم این ویدیو خیلی افزایش یافته. من سعی میکنم در ویدیوی بعدی سیستم انتقال قدرت یا گیربکس رو به طور مختصر توضیح بدم. بریم سراغ دیفرانسیل بعد از گیربکس یکی از مهمترین قطعه سیستم انتقال قدرت هستش. در واقع نمیشه گفت قطعه، میشه گفت قطعات، چون از اجزای بسیار زیادی تشکیل شده. شافت ورودی گیربکس قدرت رو از میلنگ دریافت میکنه و با استفاده از چرخ دنده ها اون رو کاهش یا افزایش میده. سپس با استفاده از شافت خروجی اون رو به دیفرانسیل انتقال میده. دیفرانسیل هم به نوعی این قدرت رو به 2 قسمت تقسیم میکنه و به مشعلی ها میفرسته. اینجا مشعلی رو داریم، مشعلی های پولس. مشعلی ها وظیفه دریافت قدرت از دیفرانسیل و انتقال اون به پولس ها رو دارن. پولس ها درون مشعلی ها قرار میگیرن. این قطعه پولس نام داره. پولس به وسیله شافت از طریق مشعلی ها قدرت رو به چرخ ها انتقال میده. وقتی که قدرت به چرخ ها انتقال پیدا میکنه، ما به نهایی ترین بخش انتقال قدرت رسیدیم و در واقع ماشین شروع به حرکت میکنه. اینجا هم پولس رو براتون نشون دادم تا راحت بتونید تشخیصش بدید. یادتون نره که پودمان ما درباره سرویس های اولیه ماشین بود. این نکته رو اضافه کنم که این قطعه‌ای که در تصویر میبینید جزو قطعاتیه که باید در سرویس چک بشه. این قطعه گردگیر پولس نام داره و از ورود گرد و خاک به داخل پولس ها جلوگیری میکنه. درون این گردگیر گریس بسیار زیادی وجود داره. گریس باعث میشه که فرسایش بین قطعات خیلی کاهش یابه. وقتی که گرد و خاک وارد این قطعه میشه، گریس عمل معکوس پیدا میکنه، یعنی فرسایش قطعات رو به شدت بالا میبره و در واقع مثل سنباده عمل میکنه. در نتیجه وقتی که ساچمه‌های پولس فرسوده بشن، هنگامی که با ماشینتون با آرامی در حال حرکت هستید و فرمون رو به راست یا چپ میچرخونید،
صدای تق تق مانند از درون چرخ‌ها میشنوید. این به این معناست که پولس‌های شما به شدت آسیب دیده و نیاز به تعویض دارن. البته اگر گردگیرهای پولس رو به موقع عوض کنین و گریسکاری خوبی داشته باشین، ساچمه‌های پولس هیچ آسیبی نمی‌بینن و پولس‌ها در زمان بسیار زیادی برای شما کار میکنن. خب دوستان عزیز، ویدیو ما در همین قسمت به پایان میرسه. ممنونم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و اینکه من سعی میکنم در ویدیو بعدی نحوه روشن شدن ماشین و کارکرد اون رو به ترتیب براتون توضیح بدم. اگر هم احساس کردید نقصی در این ویدیو وجود داره و یا اشتباهی پیش اومده، لطفاً بنده رو ببخشید، به دلیل اینکه تمام اطلاعاتی که من در این ویدیو آپلود کردم طبق دانسته‌های اندکی بوده که خودم داشتم. ممنونم. امیدوارم که همیشه سربلند و پیروز باشید.